این یک صحبت محرمانه بود. من از آن خوشحال نیستم. من به مردم، به اهل عائله‌ام و مردم این کشور بزرگ احترام دارم و واقعا از آن چیزی که روی داد متاسفم. اما من فقط حرف زدم. بیل کلینتون باشد عمل کرده است. او با زنان کاری را انجام داد که در تاریخ سیاسی کشور کسی نکرده بود. هر چیزی میخواهید گوید، ولی بیل کلینتون زنان را اذیت میکرد. هیلاری کلینتون آن زنها را تحقیر میکرد. 4 نفر آنها حالا در تالار حضور دارند. یکی از این زنان در سن 12 سالگی مورد تجاوز قرار گرفته است. متهم کلینتون را برای حمایت دعوت کرد و او برای این قربانی خندید. کیتی شلتون، آن زن جوان، امروز در این تالار است. از این رو به من درباره حرفایم صحبت نکنید. من کاملا از گفتم پشیمانم. مردم هر گونه حرف را میزند، ولی این بیل کلینتون بود که عمل میکرد و برای آن عملهایش ادامه ریاست جمهوریش محاکمه شده بود. او همچون حقوقشناس مجوز کار را از دست داد. او به زن با نام پالا جونز که حالا در تالار است $850,000 جریمه سپرد. وقتی هیلاری کلینتون سخنان مرا ارزیابی میکند، خاطر نشان میکنم که این حرفا را 11 سال پیش زده بودم. به فکرم او باید از کرده های خودش شرم کند. Can we please hold the applause? Well, first, let me start by saying that so much of what he's just said is not right. اول اجازه دهید تاکید کنم که اکثر گفته‌های او واقعیت ندارد، ولی بگذار معرکه انتخاباتیش را طوری پیش برد که خودش می‌خواهد. به جای جواب به سوال‌های انتخاب کنندگان صحبت درباره آن که چگونه کشور را بهبود بخشیم، همین گونه انتخاب کرده است. وقتی من این گونه حرفا را میشنوم، سخنان دوستم میشل اوباما به یادم میآید که گفته است وقتی هم صحبتت پایین می شود تو باید بالاتر از آن باشی. ببینید، اگر صحبت درباره یک نوار ویدیو رود، هر کس می تواند به خلاصه آید مرد نوار ویدیو زنان را احترام می کند یا نه. ولی او هیچگاه از کسی معذرت نخواسته است. او باید از ملت معذرت خواهی کند. او باید مسئولیت گفته و کرده‌اش را به دوش گیرد.